سلام دوستان، امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه عزیزان. در خدمتتون هستم با فال چایی و امروز میخوایم فال وعده بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اون نیتی که شما توی ذهنتونه، توی قلبتونه، ببینیم فال چایی چه وعده، چه زمانی رو به همون اعلام میکنه. فال چایی یه فال خیلی سبکه، فالیه که وعده هاش نسبت به قهوه زودتر رقم میخوره. حالا لطفا نیت بفرمایید، انرژیتونم با من همسو باشه و ببینیم که فال چایی چه وعده‌ای بهمون میده. اینجا چیزی که من دارم میبینم که این وعده زوده، یعنی حاجت روایی و موفقیت و به اوج رسیدن هست روی نیتی که دارید و خیلی زود رقم میخوره. و میبینید همونجوری که دارید میبینید یه فرشته افتاده، فرشته‌ای که داره اعلام میکنه شما خیلی خیلی زود حاجت روا میشید و به خواستتون میرسید.